یک مقدار زعفران رو میگذاریم سر سماور تا دم بکشه. وقتی زعفران دم کشید اونو از صافی رد میکنیم و روی ماهیمون میریزیم. به این شکل. زرشک، گردو، جعفری و رب اناری که گفتیم در یک ظرف با هم مخلوط میکنیم رو میذاریم وسط شکم ماهی. به این شکل میذاریم. روی یک قسمت یک طرف ماهی میریزیم و طرف دیگر رو روی ماهی میذاریم و این قسمت شکم ماهی رو با نخ و سوزن میدوزیم. میتونین داخل ظرفای نشکن بلور بذاریم ماهی رو و داخل فر بذاریم یا اینکه تو مایتابه بذاریم و سرخش کنیم. من میذارم داخل مایتابه و سرخش میکنم. به این شکل میذاریمش داخل مایتابه و دو طرفش رو سرخ میکنیم. ولی خیلی نذارید پخته بشه چون ممکنه که چون گوشت ماهی نازک هستش از هم باز بشه. میتونیم یه سالاد درست کنیم یا ترشی سیر، ترشی زیتون این غذا رو باهاش سرو کنیم و اگر خواستیم با سالاد بخوریم روغن زیتون به اضافه سرکه خرما خیلی عالی میشه، خوش‌طعم میشه. اینم از شوید باقالی پلوی ما با ماهی شکم پر. این هم از سرو شده ماهی شکم پر ما. تست کنیم ببینیم چه طعمی داره. به به چه طعم فوق‌العاده‌ای داره، مخصوصا گردوهای وسط شکم ماهی. انشالله که تهیه کنیم و لذتشو ببریم.